به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت همه شما خوبان و همراهان همیشگی میلی اسپورت. خوش آمدید به واپسین روزهای رقابت‌های لیگ برتر فوتسال افغانستان، جایی که دو تیم فوتسال شمس اف سی و آریا فورج غزنی با هم رقابت داره. اما قبل از او بریم به سمت یاران آبی پوش 20 سال آغاز بازی میان شمس اف سی هرات در برابر آریا فورج غزنی. مختار جواهری موقعیت برای بازیکنان، حالا گل اول برای شمس اف سی هرات. علی خدادادی، مرتضی حیدری، چه پاسی داد و گل مساوی. بازم علی خدادادی. ابوالفضل نجفی بود که اجازه پیشروی نداد به بازیکنان شمس اف سی و حالا گل دوم. گل دوم توسط یاسر یوسفی. پایان نیمه اول با برتری 2-1 شمس اف سی هرات برابر آریا فورج غزنی. بریم به سمت نیمه دوم. توپ در اختیار بازیکنان آریا فورج هست، چیزی برای از دست دادن نداره و باید با تمام توان در برابر شمس اف سی بازی بکنه. یکی رد شده، موقعیت تک به تک دروازه خالی که باز نمیشه. فواد منصوری واگذار میکنه به علیرضا مرادی، رو به عقب با ضربه سینا محمدی. دروازه خالی است و پایان نبرد شمس اف سی هرات در برابر آریا فورج غزنی.